خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و انشاءالله خدا خواهد مخلصان صدای قرآن. الحمدلله من خدا خواهد بهارم شد. الحمدلله به اذن الله سبحانه و تعالی طبیعتم رنگ دیگر گرفت. 3 ماه دم گرفتیم انشاءالله خدا خواهد. من در ماه رمضان که سر شد، هم ماهی پر برکات هم ماهی پر فیض، الحمدلله کار خدا آهسته آهسته خدا خواهد سر کردیم. الحمدلله کارم که با خدا خواهد ادامه میتید انشاءالله. البته به دعای شما به یاردم شما عزیزان انشاءالله خدا خواهد این خانه بنیاد میکنیم. الله از همه ما و شما خدا خواهد انشاءالله راضی شدگی باشد. الله سبحانه و تعالی کسانی که دستگیری میکنن انشاءالله خدا خواهد یعنی این کار ما را اولا الله راضی باشد و در این دنیا و در آخرت هم الله کمشون نکند، عمرشون رزقشون کسب و کارشون خاندانشون برکات عطا نماید. بیماراش باشد الله شفای کامل، قصدارا باشد الله نجاتیت، به فرزندها باشد فرزندهای صالح و صالح کرامت نماید، به بختای اسلام باشد بختاشون الله سبحانه و تعالی کشاده بگرداند. البته پدراشون مادراشون عمرشون خدا خواهد دراز کند. یک برادر سوال دادین که من آرزو میکنم که مادرم به حج رود لیکن قبول ندارند. من از این پدر و مادران عزیز التماس میکنم که فرزندها الحمدلله امروز امکانیت دارند شما را برای حج گسیل کردن که بهترین مکان، بهترین مقدسترین این چنین به زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن، این هم مهندم الله نصیب میکند. شما ان شاء الله راضی شین پدران و مادران عزیز که فرزندکار دعا کنین امروز الله سبحانه و تعالی این آرزوها را کردین الله به آرزوهاش ان شاء الله رسوند. از شما پدران مادران التماس میکنم. همینجا هم شد یک پدر قبول نکرد، آخر ما میانه درا شدیم گفتیم ما برادر آخر فرزندکات آرزو داره ان شاء الله من رفته خونه ده امروز خرند و خرسندیش کنار ندارد. الحمدلله عزیزان من مادران و پدران عزیز یا که بعضیا برادراشون اکا و دادراشون خدا خواهد التماس دارن البته خدا خواهد قبول کنین و روین و ان شاء الله این خانه زیارت کنین. الله سبحانه و تعالی با یک تا فرض دیگر از گردن شما ساقط می شود و رسول الله حدیث از کسی که برای یعنی قبر من زیارت میکرد گویا که من زیارت کرده کسی من زیارت کرده و ان شاء الله خدا خواهد پگه شفاعت من لایق میشه همش مکافاتش اول بهتره این قبول کنین. برای اهل اسلام خدا خواهد کارت ما اول پیشنگی کارت ان شاء الله محکم شد ان شاء الله از طرف حکومت ان شاء الله این کارت را خدا خواهد ان شاء الله ناموندیم فقط همون نام رو فقط نامش ان شاء الله خدا کارت دیگه شدگی است. من از خدا خواهد یعنی نامبر میکنیم ان شاء الله نامراشه 2202 2063 1591 64 65 زبیر بانک فقط یعنی خوشنود یعنی مرزا عباسزاده است. خلاص برادر اهل اسلام همون نمره است ان شاء الله خدا خواهد شما با دل پر ان شاء الله میتونین خدا خواهد این کارتای ما شما حساتون گذارین ان شاء الله. البته حصه شما خدا خواهد که در این دنیا هست این حصه هم در این دنیا و هم در آخرت ان شاء الله خدا خواهد دستگیری ما و شما عزیزان میشد. همیشه شاد باشید در این دهه ان شاء الله با مغفرت الله سبحانه و تعالی گناه های ما شما را مغفرت کند و آنچه ثواب هایی که خدا خواهد در این شب و روز داریم الله به درگاهش قبول نماید و سایبان آخرت بگرداند. هر فردی مسلمانی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه چه آرزوها دارند خواه دینی است و خواه دنیایی الله به فضل و کرمش برآورده خیر بگرداند. همیشه شاد همیشه خرم آمدی کار براری کار ما شما را همچون امانت میسپاریم. الله سبحانه و تعالی شما ان شاء الله نگهبان باشد تا صحبت دیگر در حفظ و پناه الله مهربان باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.